امروز 21 январ است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. این است و آن از من. تاجیکستان و قرقیزستان برای عوض کردن دو نقطه مرزی رضایت دادند. ملاقات بعدی فردا برگزار می شود. در سینات آمریکا محکمه پرونده اعلان ناباوری بر رئیس جمهور دونالد ترامپ را ادامه می‌دهند. جمهوری خواهان دموکرات ها را به شتابکاری متهم می‌کنند. هلاکت 11 مهاجر در سوختور تومسک روسیه پرونده باز شده است و سبب‌ها را تحقیق دارند. بعد از برطرف کردن باقی مانده های آتش‌سوزی در ساعت 11 روز جسد 11 نفر پیدا کرده شد. تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله عوض کردن دو منطقه مرزی به سوزش رسیدند. در این باره امروز جنیش رزاقов معاون نخست وزیر قرقیزستان و رهبر هیئت این کشور خبر داد. تاجیکستان درباره این توافق اظهار نظر نکرده است. عین زمان وکیلان قرقیزستان گفتند که مقامات تاجیکستان 6 نفر را جستجو دارند که با ادعای آنها در سر زدن مناقشه در مرز متهم می‌شوند. مولا رجب یوسفی در این باره گزارش دارد. جنیش رزاقов معاون نخست وزیر قرقیزستان روز سه‌شنبه 21 ینوار در یک جلسه پارلمان این کشور گفت تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تبادل و یا عوض کردن دو منطقه نزدی مرزی به توافق رسیدند. این منطقه نزدی مرزی به گفته جنیش رزاقov منطقه اریک اسی در قشلاق اکسوی بادکن و سمرقندک در دهه سمرقندک می باشد. جنیش رزاقov علاوه کرد که واخوری نوبتی با گروه کاری تاجیکستان روز 22 ینوار در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود. پیش از این هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 ینوار در اسفره به سازش رسیده بودند که تا نقشه‌های تبادل قطعه‌های برابر و همسنگ قلمروها را در بین دو دولت آماده و تا 1 مارس امسال به یکدیگر پیشنهاد کنند. در این باره پیشتر جانب قرقیزستان خبر داده بود و هیئت تاجیکستان تا حال گفت و شنودهای مرزی را شرح نداده است. مقامات قرقیزستان روز 21 ینوار همچنین خبر دادند که 6 نفر شهروند تاجیکستان را در سر زدن مناقشه های مرزی متهم کرده تحت پیگرد قرار دادند. جانب تاجیکستان تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. 2 هفته پیش 4 شهروند قرقیزستان برای اشتراک در نزاع‌های مرزی دستگیر شده بودند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و علامت گذاری نشده مرز باقی مانده است. پررو معین نبودن خط مرز باعث شده است که سر چند وقت میان ساکنان منطقه‌های نزدی مرزی برای آب و چراگاه و یا سبب‌های دیگر مناقشه ها سر می‌زند. این مناقشه ها در گذشته چندین کشته بر جای گذاشته است. رو می‌ریم به موضوع دیگر. رئیس ولایت تومسک روسیه به مقامات انتظامی دستور داده است که در زودترین فرصت سبب سوختور مدهش در ناحیه اسینفسک را معاین کنند. علنگه آتش در یکی از بناهای چوبین این منطقه جان چندین مهاجر را گرفت. قربانیان در شرکت گرین‌وود کار می‌کردند. کنسولگری ازبکستان در شهر نوسیبیرسک هلاکت شهروندانش را در این آتش‌سوزی تصدیق نمود. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر. در نتیجه آتش‌سوزی در یک خانه در ولایت تومسک روسیه که تاجیکان هم آنجا اجاره می نشستند 11 نفر جان باختند و 2 تن دیگر مجروح شدند. قبلا گزارش شده بود که در این آتش‌سوزی 10 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیک میگویند که در میان هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان نیستند. وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفت که حادثه شب و در یک روستا رخ داده است. آتش سوزی در خانه چوبین 208 متری مربع را فرا گرفته است و بام خانه هم فرو رفته است. هنگام رسیدن اولین گروه نجات دهندگان بنا پرره آتش گرفته بود. مساحت آتش سوزی 208 متر مربع را تشکیل میداد. از بنا 2 نفر را بیرون کشیدند. بعد از برطرف کردن باقی مانده های آتش سوزی در ساعت 11 روز جسد 11 نفر پیدا کرده شد. شخصیت آنها معین کرده میشد. با گفته مقامات خانه را یک شرکت چینی اجاره میداده است و در آن شهروندان چین، تاجیکستان و ازبکستان زندگی میکردند. کنسولگری ازبکستان در شهر نوسیبیرسک گفته است که 5 نفر از قربانیان فاجعه مهاجران ازبک بودند. کنسولگری تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک میگوید در میان هلاک شدگان آتش سوزی شب گذشته در شهر تومسک شهروندان تاجیکستان نیستند.
در رابطه با حادثه پرونده باز کردن و تحقیق ادامه دارد. سبب‌های حادثه تا به حال اعلان نشده است. امروز در سینات امریکا محکمه پرونده اعلان ناباوری بر رئیس جمهور دونالد ترامپ ادامه میکند. محکمه در یک هفته 6 روز صورت میگیرد و وکیلان فقط روز یکشنبه تنفس دارند. گروه وکیلان دونالد ترامپ روز 20 ینور و چو دلیل‌های خود را برای بیگناه اعلان کردن رئیس جمهور به سینات سپردند. آنها گفتند تلاش وکیلان حزب دموکرات برای اعلان ناباوری به دونالد ترامپ و برکنار کردن او از مقامش بی اساس و خطرناک است. طاهر سفر موضوع را ادامه میدهد. سناتورها لطفاً برخیزید و دست راست خود را بالا کنید. با سوگند خوردن وکیلان در روز پنجشنبه آنها داوران پرونده اعلان ناباوری بر رئیس جمهور ترامپ شدند. با این سوگند سناتورها گفتند بی‌طرف میمانند، ولی رهبر جمهوری خواهان در سنات گفته است که با حکومت ترامپ همکاری دارد. تصور کنید شما دادرس هستید و دادگاه می آیید و میگویید که من با گمانبر مشورت کردم و گفتم که شاهدان را دعوت نمی کنیم. هیچ داور از دادرس چنین چیزی را نشنیده است، چون که معنی ندارد. دونالد ترامپ هفته گذشته دیگر باره گفت تقاضای او از رئیس جمهوری اوکراین در ماه ایول برای تفتیش فعالیت رقیب سیاسیش کاری خطا نبود. سال گذشته ترامپ اختصاص 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را به تأخیر انداخت. وکیلان دفاع ترامپ میگویند پرونده اعلان ناباوری اصلا نباید باشد، چون کمک را به هیچ گونه تحقیق به اوکراین دادند. اگر کسی به جنایت متهم شده است، دلیل‌های زیادی برای ثابت کردن می‌آورد. اما هیئت داوران کسی را به جنایت متهم می‌کند که صورت نگرفته است، اما اعلان ناباوری سوء استفاده از مقام و خارج از مقررات کنستیتوسی است. مجلس نمایندگان آمریکا بعد دونالد ترامپ اعلان ناباوری کرده است و وکیلان دموکرات در سنات هم می‌خواهند رای دهی زودتر صورت بگیرد. جمهوری خواهان نگفتند و دموکرات ها را به شتابکاری متهم می‌کنند. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه درباره سازش تاجیکستان و قرقیزستان وابسته به عوض کردن دو نقطه مرزی و هلاکت مهاجران در ساختار تومسک گزارش داشتیم. همچنین از ادامه محکمه پرونده اعلان ناباوری به پرزیدنت آمریکا گفتیم. حالا یک آگاهی داریم و بعداً مطلبی را درباره به اسارت شهوانی افتادن یک دختر نابالغ پیشنهاد شما خواهیم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سعادت خوجایeva ساکن نویه ووسه تا 2 ماه پیش هیچ تصور نمی‌کرد که روز 10 منصبداران تاجیک به کلبه فقیرانه او می‌آیند و نه با دست خالی. اکنون خانه تعمیر طلبی او را کلاً با سازی و با تمام اشیاء روزگار مجهز می‌کنند. زندگی زن معلول زمان دیگر شد وقتی به دوربین نوارگیری محمود جان رحمتزاده خبرنگار رادیو آزادی افتاد. همکار ما دیگر باره به حولی سعادت خوجایeva رفت و گزارش را عبدالله اشورف تقدیم میکند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان ضمن عیادت و صحبت از خانواده سعادت خوجایeva یک ساکن معیوب ناحیه واسه به مسئولین دستور داد که در برابر از نوسازی منزل زیست گرد و اطراف خانه او را سفالک پوش نمایند. عیادت منصبداران بعد آن شروع شد که رادیوی آزادی روز 25 نوامبر گزارش پخش کرد که در آن سعادت خوجایeva با پای کار دستانش را اجرا می کند. او معلول مادرزاد است، اما به تقدیر تن نداده و خود را از دستنگری رهانیده است. رئیس ولایت امروز آمدن خبر گرفتن رفتن رئیس جماعت همش میخوای خانمون تامین کسته ریمونت خانمون خیلی کدیستن. سعادت میگوید از خوردی با پای کار کردن را یاد گرفت.
وی با یک دست و یک پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام می دهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس 3 کودکش را نیز بر عهده کسی نمی گذارد. بعد پخش این گزارش، امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اول در جلسه حکومت و بعدا در پیام اخیرش به پارلمان از سعادت خوجایوا توصیف کرد. بعد این ده ها منصبدار به خانه سعادت شتافته به تعمیر کامل خانه و محکم کردن گرد و اطراف آن ساختمان حمام و آشخانه پرداختند. البته باعث خرسندی است که با مساعدت رادیو زودی روزگار این خانواده به طور افسانوی تغییر کرد. اما امروز در گوشه های دیگر تاجیکستان صدها عائله ها رو به رحم خدا گذاشته شدند و از کوچکترین امتیازهای اجتماعی بهره مند نیستند. صاحب نظران میگویند مقامات تنها زمانی به یاد آنها میافتند که زندگیشان به مثل سعادت خوجایوا رسانه‌ای می شود. یک دختر نوبالغ بعد 2 هفته از صورت شهوانی درباره اذیتش قصه میکند. به نقل جبر دیده در این مدت او را لط و کوب و تجاوز نمودند. حالا پیوندان این دختر نوبالغ از آن نگرانند که گناهکاران برای کردارهایشان در نزد قانون بجزا میمانند. گزارش را از تلویزیون نستایش وریم تماشا میکنیم. همه روزه هزاران نفر به بازار مشهور اوشی بیشکک می آیند. از نزد خانه با دیوارهای بلند می گذرند، ولی شاید کم کسی از آنها تصور می کند که پشت درهای این خانه چی می گذرد. نور اویمایی 16 ساله را ربوده 2 هفته در همین خانه نگاه داشتند. در مقابل خانه شعبه میلیسا جایگیر است. به نقل دختر در خانه همراه او 11 زن دیگر کار می کردند. نور اویم در میان آنها از همه خردتر بوده است. ما تقریبا خوب نمی کردیم. روز و شب ما رو بیدار می کردند. هر روز به نزدمان تا 20 مرد می آمد. نور اویم می گوید چندین بار از مشتریان فاحشه‌خانه کمک پرسیده است. وقتی مردها از صاحب خانه درباره دختری نابالغ می پرسیدند، بعد رفتن آنها نور اویم را لط و کوب می کردند. به نقل دختر گاه او را شوهر صاحب فاحشه‌خانه می زد و تجاوز می کرد. من میگریستم و از چند جوان خواستم که کمک کنند. وقتی آنها از صاحب خانه میپرسیدند که این دختر از کجاست و او را از کجا یافتی، پاسخ میداد که کار شما نیست. بعد این مرا میزدند که چرا به آنها در این باره گفتم. نور اویم میگوید با مادر و خواهرش در دهه خورده در نزدیکی شهر قراقل ولایت اسیقکول زندگی میکرد. وی معلول گروهی دوم بوده است. بنابراین صنف نهم را به زور ختم کرده است. همراه با مادرش در خواجگی دهقانی کار میکرد. من با اسم در زمین کارتوشکا شناس شدم. او تلفن مرا پرسید و بعد به جشن تولدش دعوت کرد. در قراقل با تلفن صحبت داشت و خواست که منتظرش باشم. در این وقت ماشین سیاه آمد، مرا به زور داخل آن کرده به بیشکک بردند. در آنجا دستانم را کشادند، لط و کوب و تجاوز کردند. صاحب خانه و شوهرش امر دادند که خود را 18 ساله و از بیشکک بگویم. گفتند که باید برای پرداخت 15,000 پول قرض کار کنم. وقتی رد کردم مرا زدند. برای آزاد شدن نور اویم از اسارت یکی از مشتریان کمک کرده است. وی تلفنش را داده است تا نور اویم به مادرش زنگ زند. بعداً خاله‌اش او را نجات داده است. زمانی که کارمندان میلیسا به فاحشه‌خانه آمدند، کسی را پیدا نکردند. حقوق شناسان میگویند در وزارت کارهای داخلی شکایت آنها را در مورد آدمربایی، غیر قانونی نگاه داشتن شخص نادیده میگیرند. فقط با ماده تجاوز تفتیش را پیش میبردند. آنها یگان چاره‌بینی تفتیشاتی نگذرانیدند. حتی ما را همچون جبر دیده نیز دعوت نکردند. کسی بعد از تجاوز بازداشت نشده است. فاحشه‌خانه‌ای که دختری نابالغ در آنجا نگاه داشته میشد، حالا هم کار میکند. پیوندان نابالغ نگرانند که صاحبان آن و گناهکاران به جزا میمانند. با تشکر با یکایک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما رو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. فراموش نکنید که صبح فردا نخست نوید بامدادی تقدیم شما میگرد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارت.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.